81 روز با تائو. روز 56. آنان که می‌دانند خاموش باقی می‌مانند، آنان که نمی‌دانند سخن می‌گویند. دهانت را ببند، حواست را نادیده بگیر، زندگیت را فراموش کن، گره‌هایت را باز کن، نگاهت را نرم و لطیف کن و گرد و خاکت را بتکان. این هویت اصلی توست. چون تائو باش. نمیتوان به تائو نزدیک شد یا از آن دوری کرد، از آن سود برد یا به آن آسیبی وارد کرد، آن را گرامی داشت یا آبرویش را برد. تائو تسلیم کامل است و به همین دلیل ابدی است.